قرغیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که از مناقشه‌ها در مرز بین دولتی جلوگیری کنند. در روسیه سطح جنایتکاری میان مهاجران افزایش یافته است. اوکراین می‌خواهد از شورای امنیتی سازمان ملل متحد روسیه رانده شود. مسئولیت کشتار فرمانده امنیتی بدخشان را داعش به عهده گرفت. قرغیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که از اوج گرفتن اوضاع در مرز بین دولتی جلوگیری کنند. در دهه باربارداک قرغیزستان سردار خدمات مرزبانی جمهوری قرغیزستان اولاربک چرچیف و فرمانده سربازان سرحدی تاجیکستان رجبری رحمانعلی با حضور رئیسان حکومت‌های ولایت‌های همسرحدی سوغد و بادکند ملاقات کردند. در این دیدار سران نهادهای مرزبانی و انتظامی روند اجرای پروتکل‌های قبلا امضا شده برای به اعتدال آوردن وضع در مناطق مرزی را بررسی کردند. علاوه بر این وضع کنونی قرغیزستان و تاجیکستان بررسی شد. با اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوغد در نتیجه گفت و شنودها جانب‌ها به موافقه رسیدند که به عمل‌هایی که باعث بد شدن مناسبت‌های بین دو جانب می‌گردد راه ندهند. جانب‌ها تحکیم همکاری‌های دو جانبه را مهم دانسته قید کردند که از این به بعد تمامی مسئله‌های به میان آمده باید در سطح منطقه‌های نزد مرزی با گفت و شنود حل شوند. سرداران هیئت‌های وکیلان طرف‌ها و پروتکل نو امضا کردند. جزئیات دیگر این ملاقات اعلام نشده است. در روسیه سطح جنایتکاری میان مهاجران افزایش یافته است. ولادیمیر کالاکالتسف وزیر امور داخلی روسیه ضمن جلسه کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر در این باره خبر داده گفت که از 5 جنایت صادر کرده مهاجران در روسیه 4 تایش به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. کالاکالتسف گفت اگر به مسئله افزایش جنایتکاری میان شهروندان خارجی که به روسیه آمده اند نظر اندازیم، افزایش جنایت از جانب آنها به نظر برسد. 80% جنایاتی صادر کرده به قاچاق مواد مخدر ربط دارد. وزیر دعوت کرد که نظارت از بالای جنایت‌های صادر کرده خارجیان پرزور کرده شود. قبلا کمیته تفتیشات درباره افزایش صادر نمودن جنایت در میان مهاجران در سال 2022 خبر داده بود. در دوام ماه‌های اخیر مقامات حفظ حقوق 37,000 جنایت را تفتیش کردند که آن را مهاجران صادر کرده اند. از این مقدار تقریباً 60% جنایت‌ها را ساکنان کشورهای آسیای مرکزی صادر کرده اند. اوکراین روز دوشنبه 26 دکبر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد دعوت کرد که مسئله حضور قانونی روسیه را در این سازمان و برهم دادن عضویت دائمی‌اش را در شورای امنیتی سازمان ملل متحد بررسی کنند. در این باره در وزارت کارهای خارجه اوکراین خبر داده گفتند که از نقطه نظر حقوقی بین الخلقی مسئله موقع کشوری عضو سازمان ملل متحد که روسیه از آن برخوردار است از زمان فرورریزی SSR در ماه دکبر سال 1991 تنظیم نشده باقی مانده است. گفته شده است که فدراسیون روسیه کرسی عضویت دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد را بدون رعایت آیین‌نامه سازمان ملل متحد صاحب شده است. روسیه در اساس نامه عادی پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی فدراتیو روسیه بوریس یلتسین عضو شورای سازمان ملل متحد شده است. این وزارت میگوید در آیین‌نامه سازمان ملل متحد در قطار کشورهای عضو دائمی شورا نام روسیه وجود ندارد. بنا به اظهارات وزارت خارجه اوکراین، عضویت همه کشورها به سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت صورت میگیرد، اما در نسبت روسیه چنین عمل صادر نشده است و عضویت روسیه هم در سازمان ملل متحد و هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث کشوری میراثبر SSR اساس یافته. عملاً کشورهای دیگر خاموشی اختیار کرده این مسئله را به بررسی نگذاشته‌اند. روسیه و کشورهای دیگر به این اظهارات اوکراین تا این زمان واکنش نکردند. پیشتر کشورهای غرب از جمله ایالات متحده آمریکا بارها گفته بودند که مکانیزم حقوقی از شورای امنیت راندن روسیه وجود ندارد. در پی یک ترکش در فیض‌آباد افغانستان مولوی عبدالحق فرمانده امنیتی بدخشان به هلاکت رسید. حادثه دیروز 26 دکبر رخ داده. بر اثر این حالت 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی گردیدند.
اما خبرگزاری امج با تکیه به منابع محلی تعداد زخمیان را 6 نفر گفته است. به گفته عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، در کیش بر اثر گذاشتن بمب به ماشین رخ داده است. او قید کرده است که وابسته به حالت مذکور 4 نفر را دستگیر کردند. بخش خراسانی گروه تروریستی داعش با پخش اظهارات مسئولیت کشتار فرمانده را به عهده گرفت. در این باره خبرگزاری امج گزارش داد. پیش از زمان اعلان به عهده گرفتن ترکیش از جانب داعش، صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، انفجار مذکور را کار دستی خود گروه طالبان نوشته بود. او در این باره در صفحه فیسبوکی خود چنین اعلام داشت: با نوشته احمدی، در پی نافهمی های بین گروه های طالبان، فرمانده امنیتی بدخشان مولوی عبدالحق به هلاکت می رسد.